ما یک گوسفند گرفتیم در افریقا. بعد برادرها گفتن که باید تو 9 روز روزه داری. مقصد همین شرط قربانی است که روزه داشتن 9 روز. نه روز روزه داشتن خوب است، خاصتا روز نهم. کسی روز نهم روز عرفه روزه میداره 2 سالا گناهش بخشیده میشه. لیکن شرط قربانی اینه که 9 روز روزه دارید. یکی روز نهم هیچگاه مسلمان رو ترک نکنید تا اون روز بقوت است. یک روز روزه میدارید 2 سالا گناهتون بخشیده میشه. حتما داره. این 8 روزش هم دارید خوب است. یکی شرط قربانی این نیست. شما در افریقا یا فقط پول اونجا رای کردید؟ نه مثلا شرایط نداشتیم که با اونجا روی کردیم. چند سوم بود از قربانی در افریقا؟ 11500 روبله. همین برادرها گفتن که قربانی به غزه مقصد یکی اونجا گوشته که اونجا کشتگی هم مقصد زمراست کنن با این قربانی داشته میشه یا نه؟ مقصد اگر گوشتتون رو مثال در ترکیه فرض کردیم کشتن یا در سوریه کشتن و بعد به غزه در آوردن مثلا یا در مصر، چونکه اونجا مال زنده حاضر کم ده، غزه محاصره هست که مال نیست اونجا، مردم نیاز به گوشت دارن. بعدی قربانی کردن گوشتتون رو فرستانیتون میشه. قربانی در دیگر جا کنیتون و گوشتتون اگر رفته رسد خوب است، رفته رسد و همیخی راه باشد فرستانید میشه. لیکن خودی گوسفند زنده فرستانده نمیشد اونجا. الا اگر گوسفند داشته باشن و پول باشد رسیده رود. نمیدونم کی مقصد باشد نباشد، بیچاره ها در محاصره هستند، مال شاید نباشد در آنها. حرکت کرده گوشتی یخ کردگی فرستاندن نکار. لیکن گوسفند باید در وقت در روز عید باید بسم الله الله اکبر از نام فلانی گفته کشته شود در کجایی که باشد. چون گوشتش بعد میتونید فرستانید.